هنگامی که انسان بی اندازه نافرمانی الله را میکند و غرق گناهان می شود و ذات الله را فراموش می کند و در لذات دنیاوی گم می شود، پس مخلوقات الله به لرزه می آید و فریاد می زند. در حدیث نبوی است: ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه ان یغرق ابن آدم. هیچ روز نیست مگر این که بحر و دریا، سمندر از الله اجازت طلب می کند که ابن آدم را غرق بسازد. ابن آدمی که غرق گناه شده و الله را فراموش کرده، بحر فریاد میزند که یا الله مرا اجازه بده که اینها را غرق کنم. و الملائکه تستأذن ان تعجله و تهلکه. و فرشتگان فریاد میزنند که یا پروردگار برای ما اجازه بده که این بنده ای که تو خالق آنها هستی تو را فراموش کرده اند، ما را اجازه بده که ما اینها را هلاک بسازیم، اینها را معذب بسازیم. و زمین اجازه طلب میکند که یا پروردگار مرا اجازه بده که اینها را فرو ببرم. ای گناهگارانی که ذات تو را فراموش کردن، ای گناهگارانی که در گناه و در لذات دنیاوی اقدر غرق هستند که از احکامات تو نافرمانی میکنند، مرا اجازه بده که اینها را همهشان را گور بسازم. اما دوستان بزرگوار، جواب الله سبحانه و تعالی رب العالمین، ارحم الراحمین، مالک یوم الدین، مهربان ترین مهربانان را بشنوید که الله در جواب به اینها چی میگوید. و الرب یقول دعو عبدی فانا اعلم به اذ انشأته من الارض. بنده مرا ترک کنید، بنده مرا سپرد من کنید، بنده مرا بگذارید، من بنده خود را از شما بهتر میشناسم. یعنی الله سبحانه و تعالی همان شخص گناهکار را که مخلوقات الله، که بحر، که فرشتگان، آسمان، زمین بالای او قهر است و میخواهد که او را معذب بسازد، الله به بسیار محبت میفرماید که بنده من را ترک کنید، من بنده خود را از شما بهتر میدانم. این کان عبدکم فشأنکم به. اگر بنده شما است، ای آسمان اگر بنده تو است بف بالایش، ای زمین اگر بنده تو است پس فرو ببرش، ای بحر اگر بنده تو است غرق کن، ای فرشتگان اگر بنده شما است پس معذب بسازین، هلاک بسازین. و این کان عبدی، و اگر بنده من است، فمنی علی عبدی، پس بنده مرا سپرد من کنید، بنده مرا به من تحویل دهید، ما بفهمم و بنده ما. و عزتی و جلالی این اتانی لیلا قبلته. قسم به عزت و جلال و بزرگی و شان ما، اگر از طرف شب به سوی ما برگرده، رجوع کنه، بالاخر به بارگاه ما بیاید، قبلته، ما قبول میکنم، ما او را استقبال میکنم، ما او را در آغوش رحمت میگیرم. و این اتانی نهارا قبلته. و اگر از طرف روز به سوی ما برگرده، رجوع کنه، بالاخر روز متوجه شوه که من خود از مالک خود نافرمانی میکنم، من از خالق خود، از پروردگار خود، ذاتی که مرا روزی میدهد، ذاتی که مرا پیدا کرده، ذاتی که بیشتر از 70 مادر مرا دوست داره، من از او ذات نافرمانی میکنم. بالاخر روز متوجه شود و برگرده به سوی ما، قبلته، ما او را استقبال میکنم، ما او را در آغوش میگیرم، ما او را فوراً یعنی قبول میکنم. و حتی یک پرسان هم نمیکنم که تو چرا اقدر دیر آمدی، تو چرا اقدر سالها، روزها یا تمام عمر خود را در نافرمانی ما سپری کردی. پس ببینید دوستان بزرگوار، این است الله، رب ما، پروردگار ما، آفریدگار ما، ذاتی که رحمت او زمین و آسمان را فرا گرفته، ذاتی که خودش فرموده که ای بنده من نترس، رحمت ما غضب مرا، قهر مرا، خشم مرا فرا گرفته، رحمت ما بالای خشم ما زور است، قوی است، زیادتر است، ذاتی که بیشتر از 70 مادر ما و تو را دوست داره. پس او چگونه تحمل کند که ما و تو در آتش بسوزیم؟ پس او چگونه دوست بدارد که ما و تو را معذب بسازد؟ بلکه او که در انتظار است، او منتظر است که چه وقت بنده ما بر میگرده، چه وقت میآید به سوی من و ما فوراً او را در آغوش بگیرم. پس ببینین معامله الله را با ما و معامله ما را به الله ببینین که ما با الله چی میکنیم. همه قدر که الله بالای ما رحمت داره، مهربانی داره،
پس باید در مقابل ما هم همون قدر فرمان بردار او باشیم. برای شکرگزاری از رحمت او باید ضروری است که او را اطاعت و فرمان برداری کنیم.